تو این ویدیو قرار این عکس بی‌کیفیت رو بازسازی کنیم. خب اول وارد سایت هوش مصنوعی چت جی پی تی میشیم. عکسمون رو وارد میکنیم. عکسمون که آپلود شد پرامپت. اول سعی کن سوژه رو از بک‌گراند جدا کنی و بعد سعی کن دست سمت راستش رو طوری قرار بدی که لبه کد رو گرفته. کیفیت تصویر رو تا حد ممکن بالا ببر و به جزئیات دقت کن. پس زمینه هم سبز پررنگ باشه. چیزی که تحویلمون میده اینه. حالا واسه بقیه شاید متفاوت باشه و پرامپت خیلی مهمه. سعی کنید بیشتر براش توضیح بدید تا بیشتر بفهمه. این سایت میاد براتون پس زمینه رو به صورت دقیق و کامل حذف میکنه. میتونید از این سایت استفاده کنید. لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم و اینکه ازش استفاده کنید. خب بعد از اینکه پس زمینه رو پاک کرد روی دانلود بزنید و استاندارد رزولوشن رو انتخاب کنید. وارد این سایت بشید و عکس قبلی رو وارد کنید تا براتون با کیفیت کنه. خب همینطور که میبینید یه عکس با کیفیت بهمون تحویل داد و روی فری دانلود کلیک کنید تا براتون دانلود بشه. خب بعد از اینکه اون کارها رو انجام دادید وارد فتوشاپ بشید و عکسی که هوش مصنوعی براتون ساخته بود و داده بود اینکه پس زمینه رو براتون حذف کنه، اون سایتی که بهتون گفتم، وارد فتوشاپش کنید. عکس با کیفیت شده قبلی رو هم داخل فتوشاپ بیارید و حالا اینجا باید صورت‌ها رو با هم اوکی کنید تا طبیعی‌تر به نظر بیاد. خب حالا سعی کنید دور صورت رو دوربری کنید. با استفاده از ابزار لثه تول این ناحیه‌های صورت رو برش بدید. اوکی، روی لایک نگه دارید و کنترل جی رو بزنید و لای پایینی رو خاموش کنید، بزرگ کنید و اپاسیتی این لایه رو روی 70% بذارید. کنترل تی بزنید و جایگذاری کنید. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید روی لایه کلیک کنید. از قسمت اپاسیتی رو روی 100% بذارید. کنترل رو نگه دارید و روی لایه کلیک کنید. از قسمت سلکت مودیفای رو انتخاب کنید و کانترکت بهش بدین 10 پیکسل. اوکی رو بزنید و روی لایه پایینی قرار بگیرید. دیلیت رو روی صفحه بزنید. وقتی این کار رو انجام دادید حالا کنترل دی سلکت میشه. خب این دو تا لایه رو انتخاب کنید. با استفاده از کنترل روی ادیت بزنید و روی اوتو بلند لیر کلیک کنید و روی این گزینه ها فعال باشه. اوکی. خب چیزی که برامون ساخت رو روی لایه بالا کلیک میکنیم یا اصلا دیلیتش میکنیم. چیزی که برامون ساخت خیلی بهتر از قبل و اینکه طبیعی تر شد. میتونید با رنگ و نور و پس زمینش کار کنید و بهترش کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. حتما لایک کنید تا این ویدیو وایرال بشه و ممنون. خدا نگهدار.